همونطور که می‌بینید هوای امروز تهران تقریباً نسبت به چند روز گذشته بهتر خدا. خب آقا رضا برنامه چیه؟ والا ما غذای مورد علاقه‌مون رو گفتیم، فیله مرغ بله گریل شده درست می‌کنیم و سالاد شیرازی که خودتون می‌دونید معروفه. سلام و عرض ادب خدمت شما مهربانان توی روز سرد پاییزی که در واقع اواخر پاییز هم هست و فکر کنم هوا رو می‌بینید که مهمان امروز من یکی از جوانان قهرمان کشور در دسته پرورش اندام که محبت کرده از قم تشریف آورده و منت بر سر بنده گذاشته، آقای رضا وثوقی. عرض ادب و احترام خدمت دکتر حامی هوشیار. خیلی خوشحالم که اینجا هستم، باعث افتخاره و خدمت بینندگان محترم برنامه تاک شو در خدمت هستم دکتر. خواهش میکنم زنده باشی. خب خیلی ممنون مجدد که تشریف آوردیم، بنده رو قابل دونستی. راحته؟ احسنت. بهتر از رژیم سخته. همونطور که میبینید هوای امروز تهران تقریباً نسبت به چند روز گذشته بهتر خدا رو شکر. گرفت. احسنت. خب الان چوبا رو میذاره، به علاوه بذار، به علاوه. آفرین. خب یه مقداری الکل از اونور که گب نگیره. با تشکر از خودم که راهنمایی دارم میکنم. خوبه؟ یکم دیگه به چوب زیرین. گرفت. بسیار عالی. حالت از سرما در اومد. آره. به به. گرم شد آقا رضا. یه ذره دیگه. یه ذره دیگه. گرفت. آفرین. خب آقا رضا برنامه چیه؟ والا ما غذای مورد علاقه‌مون رو گفتیم، فیله مرغ گریل شده درست می‌کنیم و سالاد شیرازی که خودتون می‌دونید معروفه. دیگه حالا لیمو هم می‌ریزیم. متریالی هم که استفاده کردم براش ادویه‌ها مثل پاپریکا و فلفل سیاه و زردچوبه و زعفرون و چیزای رژیمی. بسیار عالی. بله.
خب سلام مجدد. یه غذای فوق العاده آقا رضا عزیز زحمت کشید که واقعا خوشمزه بود. رضا جون ممنونم ازت. اگر که موفقی یا داری برای موفقیت تلاش میکنی، بیشک تو هم دعوتی. تا برنامه بعدی با قهرمان متخصص ورزشکار و مربی دیگه. خدا نگهدار. خدا نگهدار.